مرسی. من اینو الان صفحه منو دارید؟ اوکی. چون من الان نمیتونم چت رو ببینم، به خاطر همین اگه اتفاقی افتاد لطفا بگین. مرسی. خب شروع کنیم. اولا که میخواستم تشکر بکنم از همه دوستانی که حاضر شدن در جلسه. میدونم شب یه مقدار دیره و اینی که واقعا اشتیاق نشون دادید که اینجا باشید خیلی برای من ارزشمنده. من نسترن نیرومند هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد Cultural Psychology and Psychiatry تو دانشگاه Queen Mary University of London و خب حیطه تحصیل من و حیطه تحقیق من روانشناسی فرهنگی و روانپزشکی فرهنگی هست. تروریسم هم خب یکی از چیزاییه که مربوط میشه به رشته من، به خاطر همین تصمیم گرفتم که این مقاله خوبی هست که بخوایم باهاش شروع کنیم. با اینکه یه مقدار همینطوری که اضافه کردم مال 2005 مال 20 سال پیشه و قدیمیه، قطعاً میتونیم حالا اگر که حالا فرصتش پیش اومد که در ادامه باز هم جورنال کلاب داشته باشیم به مقاله های جدیدتر هم بپردازیم. ولی خوبی این مقاله اینه که اولا خیلی معروفه، دوما که خیلی ساده است و خیلی کوتاهه و قطعاً همه چیز رو در مورد حیطه تروریسم از دیدگاه و لنز روانشناختی پوشش نمیده، ولی خب اینتروداکشن خیلی خوبیه که بخوایم اصلا آشنا بشیم با این مسئله، به خاطر اینکه شاید خیلی ها اصلا به این مسئله نگاه نکردن که ما چجوری به عنوان روانشناس میتونیم تروریسم رو و تروریست ها رو تحلیل کنیم. همونطور که گفتم مقاله 2005 نوشته شده توسط فتحعلی مقدم، خودش ایرانیه، استاد دانشگاه جورج تاون و همین شروع میکنم کارامو. خب اول برای اینکه به تروریسم بپردازیم اصلا باید بدونیم که تروریسم چی هست. یه مشکلی که در مورد تعریف تروریسم ما داریم اینه که به راحتی یه سری مسائلی که توی حتی روانشناسی و ما این مسئله رو بیشتر توی مثلا علوم تجربی میبینیم که خیلی راحت میتونیم یه معنی و تعریفی براش داشته باشیم، توی روانشناسی سخت‌تره، ولی مخصوصا تروریسم به دلیل همه فاکتورهای کوچیکی که تحت تاثیرش قرار میده خیلی سخته تعریفاتش انتخاب کردن. منتها تعریفی که مقدم ارائه میده توی این مقاله اینه که خشونتیه که انگیزه سیاسی داره و میتونه توسط افراد، گروه‌ها، ماموران دولت انجام بشه و یه هدف داره. هدفش اینه که در افراد ترس و ناامیدی ایجاد بکنه و این ترس و ناامیدی با این هدف انجام میشه که افراد عقاید و رفتار خودشون رو تغییر بدن. یه مسئله‌ای که باید بپردازیم بهش در مورد این، یعنی چند تا مسئله هست که باید بهش بپردازیم در مورد این تعریف. اول همه این که به سیاسی بودن انگیزه این مسئله اشاره شده. حالا اینو میشه یه خورده‌ای بهش گرفت به خاطر اینکه شاید تو مقالات جدیدتر این تعریف رشد کرده و فقط مسائل سیاسی رو در بر نمیگیره، مسائل ایدئولوژیک دیگر هم در بر میگیره، هرچند که خود مقدم هم توی این مقاله به مثلا رادیکال های اسلامی اشاره میکنه، ولی توی خیلی از مقالات میبینید که هر خشونت ایدئولوژیکی رو به عنوان تروریسم مطرح میکنن. و یه مسئله‌ای که ما توی تعریف تروریسم داریم اینه که خب چه زمانی اگر خشونت انجام بشه رواست و چه زمانی اگر خشونت انجام بشه تروریسمه. به خاطر اینکه حتی همین الان هم تعداد زیادی از تعریفایی که واسه تروریسم ارائه شده میاد فقط روشو میگیره سمت مردم عادی و منتقدا مسئله‌ای که بیان میکنن اینه که اوکی اگر که یه شهروند عادی مثلا بیاد تفنگ دستش بگیره یه تعدادی رو بکشه این تروریسمه، اما مأمور دولت اگه تفنگ دستش بگیره بقیه رو بکشه چطور اون قانونه، چطور اون تامین امنیته؟
مقدم بهتون گفتم خودش ایرانیه و خیلی قبل از این که بقیه این مسئله رو اصلا مطرح بکنن یا خیلی به صورت بولد مطرح بشه تو تعریف تروریسم، اینو خودش اضافه کرده که نه، شما ممکنه مأمور دولت هم باشید و حتی تحت چارچوب قانون باز مرتکب تروریسم بشین. این مسئله خیلی مهمه و اینی که خیلی مشخصه دیگه، تروریسم انجام میشه که در بقیه ترور ایجاد کنه، ترس ایجاد کنه. یه مسئله‌ای که هست اینه که در توضیح تروریسم سالهای قبل بیشتر به این اشاره میشد که این یه مسئله پاتولوژیک شخصیه، یعنی این فرد مشکل روانی داره، سایکوپثه یا سوسیوپثه، مشکلات دیگه‌ای داره و این مشکلات رفتاری خاص که به عنوان بیماری روانی میتونیم در نظرش بگیریم باعث میشه که یه فرد تروریست بشه. یا یه طرف دیگه‌ای بودن یکم که پیشرفت کرد اومدن گفتن که خب تروریستا معمولا از مناطقی میان که تحصیلات کمتری دارن، تروریستا از مناطق با فقر بالاتر میان. مقدم میاد جفت اینا رو رد میکنه به درستی و الان تحقیقات نشون میده که تعداد زیادی از تروریستا و بهتر بگم اکثر تروریستا اتفاقا افراد خیلی عادی هستن، مشکل روانی خاصی ندارن یا این مسئله فقر و تحصیلات توی همه جوامع دیده نمیشه. امکان داره اتفاقا یه سری جوامعی باشن که خیلی هم پول دارن ولی بازم اعمال تروریستی انجام میدن و تروریست پرورن که حالا در ادامه بهش میپردازیم. خب اصلا ما چرا باید بپردازیم به بحث تروریسم به عنوان روانشناس؟ مقدم 3 مسئله رو بیان میکنه. اول همه و مهمتر از همه اینه که تروریسم به دلیل یک سری ارزش‌ها و عقاید خاص انجام میشه که در ادامه به این میپردازیم که این عقاید و ارزش‌ها عینی نیستن، کاملا سابجکتیون، کاملا بسته به شخصن و اینو حالا در ادامه بیشتر بهش میپردازم. ولی کل پایه این مقاله همینه که تجربه شخصی نه عینی تاثیر میذاره روی اینکه یه فرد به سمت تروریسم کشیده بشه یا نه. دوما اینکه اون تروریست که میاد عمل تروریستی رو انجام میده با این هدف اونو انجام میده که در شما این تجربه روانشناختی ترس رو ایجاد بکنه و ما به عنوان روانشناس میتونیم به این ترس بپردازیم. و آخر هم اینکه خب اینکه شما مواجه بشید با یک حمله تروریستی خب قطعا خیلی تاثیر میذاره روی روان شما و روی پروفایل روانشناختیتون و یه سریاش خیلی مشخصه. ما الان بگیم که مثلا یه نفر از یه حمله تروریستی جون سالم به در برده، احتمال اینو میدیم که PTSD داشته باشه، احتمال اینو میدیم که اگوروفوبیا داشته باشه. اما الان مقالات جدیدتر و تحقیقات جدیدتر نشون داده که حتی میتونه روی رشد بیماری‌های نورودژنراتیو هم تاثیر بذاره. یعنی الان کسایی که در حملات 11 سپتامبر بودن و جون سالم به در بردن به شکل قابل توجهی بیشتر مبتلا به آلزایمر و پارکینسون میشن. اینا همه چیزاییه که ما باید بهش توجه کنیم و با عنوان روانشناس بهش بپردازیم. خب حالا برسیم به خود این راه پله. مقدم میاد از اصطلاح راه پله‌ای که باریک میشه به سمت تروریسم اشاره میکنه و این به این دلیله که یه کانسپتی، مفهومی به عنوان decision tree یا درخت تصمیم گیری رو پیشنهاد میده. میگه فرد وقتی اول شروع میکنه مسیرشو یه تعداد انتخاب خیلی زیادی داره و بر اساس این انتخاب هایی که میگیره به سمت اون ریشه درخت میره و نهایت فقط به یک راه میرسه و هر چقدر جلوتر میره راهش تنگتر میشه، انتخاباش کمتر میشن و در نهایت تنها چیزی که برای اون طرف میمونه اینه که به خودش یا بقیه آسیب بزنه. یه دلیل دیگه ای که اومده از اصطلاح پلکان یا راه پله استفاده کرده اینه که پله ها
هر کدوم یه صفتی دارن، یه ویژگی دارن. شما از این پله ها بالا میرید، به طبقه بعدی میرسید. خود این طبقات توی یک ساختمون قرار دارن. ممکنه هر طبقه واسه خودش پنجره، دیوار، در، چیزهای مختلفی داشته باشه. و چیزی که مقدم بیان میکنم اینه که تجربه سابجکتیو و درک سابجکتیو ما خیلی مهمه توی این تجربه. به خاطر اینکه شما ممکنه وارد یک خونه‌ای بشید، 3 تا در ببینید، ولی اینی که هر فرد درکش از هر کدوم از این درها چیه، از هر کدوم از این انتخابات چیه، خیلی تاثیرگذاره توی اینکه ما به سمت این پله هایی که تنگتر میشه قدم برداریم. یه بحث مهمی که توی این مسئله پله‌ای به سمت تروریسم مطرح هست جهانی سازیه. و جهانی سازی 2 تا مشکل به وجود آورده. اول از همه این که الان ما توی یه شرایطی هستیم که همه میگن ایدئال اون سبک زندگی غربیه. چیزی که شما باید به سمتش تلاش بکنید تا برسید سبک زندگی غربیه. افرادی که در غرب زندگی نمی‌کنن نگاه میکنن به جوامع غربی و حداقل از دور فکر میکنن که کاملا در رفاه هستن، همه چیز اونجا پرفکته، همه چیز خوبه، ایدئال اینه و باید به سمت این برن. این اولا باعث میشه که افراد احساس خشم بکنن و احساس ناراحتی بکنن به خاطر اینکه نمیتونن این سبک زندگی رو داشته باشن. و دوما اینکه بحث درک threat، درک خطر در افراد میشه و مثالی که میزنه بیشتر در افراد مثلا مذهبی هست که وقتی احساس میکنن که فرهنگ غرب داره وارد فرهنگشون میشه احساس ناامنی میکنن و سعی میکنن که یک کاری انجام بدن که از این غربی سازی دور بشن. و یه اصطلاحی هست که حالا داخل این مقاله اشاره بهش نشده ولی من دوست داشتم بگم، insecure life attachment، توسط اوزر سال 2020 که اصلا رفتی به اون نظریه دلبستگی که ما توی بچگی داریم نداره و بحثش اینه که یه سری افرادی هستن که به خاطر ناامنی که به کانتکست و زندگی و جایگاه خودشون در جامعه و فرهنگ دارن خیلی مقابل تغییر مقاومت نشون میدن و خیلی احساس ناامنی میکنن وقتی که با تغییر مواجه میشن توی جامعه. این چیزیه که حالا شما خودتون بیشتر میتونید در موردش بخونید ولی قطعاً این insecure life attachment وجود داره توی بحث جهانی سازی. خب فکر میکنم یکی مسیج داد، حالا من نمیتونم بخونم، اگر که بهم بگید خوب میشه. این طبقه ها و این راه پله‌ای که به سمت تروریسم وجود داره 5 طبقه داره، ولی قبل از این 5 طبقه ما یه طبقه همکف هم داریم که جاییه که همه افراد یک جامعه توی این محل قرار میگیرن و شما یه فردی دارید که تا آخر عمرش تلاش میکنه از طریق تحصیل، از طریق اطلاع رسانی به سمت تغییر حرکت بکنه، به سمت رفاهی که در مثلا غرب میبینن حرکت بکنه. یه سری افرادی هم دارید که به دلایلی که حالا اینجا توضیح میدیم این دلایل چیه تصمیم میگیرن که از طبقه همکف قدم بذارن به طبقه اول. یه چیزی که اینجا خیلی مهمه و باعث میشه که افراد از طبقه همکف به طبقه اول برن، اولا همون درک سابجکتیو از عدالت و دوما احساس محرومیت نسبی و باز اینا جفتش تجربه کاملا سابجکتیوه و ربطی به واقعیت مسئله نداره. یعنی نمیتونیم بگیم ربطی نداره ولی وابسته به اون نیست. اما توی همین
بله بفرمایید. اگر که اوکی اگرم تایپ بکنم من آخر جلسه میتونم نگاه بکنم. فکر کنم اوکی. توی این بحث محرومیت نسبی یعنی اینکه ما چقدر احساس میکنیم که رفاه و امکانات داریم اولا، و دوما چه راههایی جلوی ما قرار داده شده که بتونیم پیشرفت بکنیم. ولی توی همین محرومیت ها با هم فرق میکنه. مقدم میاد 2 مسئله deprivation یا محرومیت ایگویستیکال و فرترنال رو مطرح میکنه، یعنی محرومیت خودمحور و محرومیت برادرانه. محرومیت خودمحور اینه که من مثلا نسترن نیرومند، یک دانشجوام، یه بک‌گراند خاصی دارم، از یه خانواده خاصی اومدم، الان توی شهری زندگی میکنم و این شرایط خاص من که فقط مربوط به منه باعث شده که من یه سری محرومیتایی حس بکنم. این خیلی فرق میکنه با محرومیت برادرانه که زمانی که شما توی گروهی قرار دارین و احساس میکنید که کل گروه شما انگار محروم شده و مقدم بیان میکنه که اون چیزی که برای ما مهمه توی این قدم گذاشتن به طبقات بالاتر محرومیت فرترنال یا برادرانه است. اینی که شما احساس میکنید افراد با استعداد توی جامعهتون قدرت پیشرفت ندارن و نمیتونن پیشرفت بکنن، به هر دری که میزنن نمیتونن به چیزی برسن. این خیلی مهمه. یه مسئله دیگه ای که هست اینه که بحث سکولاریزیشنی که داره توی جوامع اتفاق میفته به طور خاص، یعنی مقدم خیلی تاکید خاصی روی این داره که گروه‌های دینی خیلی با این مسئله مشکل پیدا میکنن و این هم یه دلیلی داره. دلیلش اینه که دین یه مکانیزم هایی داره که برای ما نیازهای هویتیمون رو ارضا میکنه و برطرف میکنه و کاملا با هویت ما در هم تنیده است. به خاطر همین وقتی که ما میریم به سمت جوامعی که دارن سکولار میشن یا احساس میکنیم که غرب داره سعی میکنه جامعه ما رو سکولار بکنه، به طور خاص افراد دیندار تحریک میشن به خاطر اینکه کل هویتشون به این دین بنده. و این مسئله که خیلی مهمه بهش اشاره بکنیم اینه که تروریسم حتما نباید توسط گروه‌های دینی باشه. مثالی که خود مقدم میزنه جنبش یا گروه آزادیخواه ایرلند که خب اونا هم تروریستی بودن، خیلی توی همین لندن بمب میذاشتن، ولی دلیل این که به طور خاص ما بیشتر میبینیم گروه‌های دینی به این سمت کشیده میشن اینه که کاملا با هویتشون در هم تنیده است و اگر که دین رو ازشون بگیرین واقعا دچار مشکل بزرگی میشن توی سیستم روانشناختیشون. یه مسئله دیگه ای که هست و افراد باعث میشه که به سمت طبقات بالاتر برن مشکل good copy problemه، مشکل کپی خوب. اینکه افراد احساس میکنن که هر چقدر هم تلاش بکنن اگر که توی کشور غربی نباشن و حتی اگرم قبول بکنن که ایدئال واقعا اون چیزی که در غرب ارائه شده، هر چقدر هم که تلاش بکنن و هر چقدر هم که زمان بذارن در نهایت میتونن یه کپی خوب باشن از اون چیزی که غرب داره ارائه میده و واقعا هیچ وقت نمیتونن خودشون رو با اون افراد یکی بدونن یا احساس کنن تجربهشون مشابه هست. نهایت یه کپی ان که به طور مشخصی در لول ارزشمندی پایین‌تری قرار داره از افراد غربی، از جوامع غربی و خب این خودش باعث عصبانیت بیشتری میشه و این باعث میشه که افراد به طبقه اول قدم بردارن. خب طبقه اول زمانیه که شما احساس میکنید که محرومیت دارید، احساس میکنید که ناعدالتی در جامعه دیدید و حالا میخواید یه قدمی براش بردارید، یه کاری بکنید که بتونید این مسئله رو فیکس بکنید.
یه مسئله‌ای که خیلی مهمه و مقدم بهش اشاره میکنه اینه که همه عدالت‌ها شبیه هم نیستن. میاد 3 گونه مختلف عدالت رو مطرح میکنه. عدالت دیستریبیوتیو که میشه عدالت توزیعی، عدالت تعاملی و عدالت رویه‌ای. عدالت توزیعی زمانیه که ما میدونیم که توی جامعه یه سیستم قانونی وجود داره یا غیر قانونی. منظورم اینه که یه سیستمی وجود داره که شما میتونید از طریق اون به عدالت برسید و میتونید برید حق خواهی بکنید. این در پایین ترین لول قرار داره یا در ساده ترین لول قرار داره. بعدش اینتراکشنال جاستیس یا عدالت تعاملی هست که نه تنها شما میتونید برید حق خواهی بکنید توی این جامعه، بلکه میتونید دلایل اینکه یه اتفاقی افتاده رو هم بپرسید. یعنی هم اینی که فقط یه سری سیستمی وجود داشته باشه که شما بتونید حق خواهی بکنید کافی نیست. ممکنه شما یه حق خواهی بکنید و فقط بهتون بگن نه. بعد شما میپرسید چرا نه؟ میگن نه قانونه، باید این کار بکنیم دیگه. نه قانونه، تو نباید این کار بکنی چون قانونه، یا تو به خاطر این دلیل و این دلیل از این مطرح شدی، از این مسئله محروم شدی که یه دلیل کاملا غیر منطقی بهشون ارائه میدن. این درست نیست و باید یه سیستم عدالتی تو جوامع وجود داشته باشه که افراد بتونن بدونن که چرا یه مسئله‌ای داره اجرا میشه، چرا عدالت در اون جامعه به گونه‌ای هست که هست و دلایل پشتشو بدونن. ولی در بالاترین طبقه ما procedural justice رو داریم یا به صورت طبقه‌ای به صورت رویه‌ای عدالت اجرا میشه و اون زمانیه که شما واقعا خودتون هم احساس میکنید که بله انگار این عدالت بر حقه و میتونید از طرفی بدونید که چرا داره اجرا میشه و از طرفی هم احساس بکنید که شما صداتون داره شنیده میشه. و خیلی مقدم به این مسئله تاکید میکنه که افراد زمانی که احساس بکنن خودشون هم میتونن مشارکت بکنن در این سیستم عدالت، این زمانیه که ما به procedural justice میرسیم و اینجا تاکید زیادی میکنه به این که باید دموکراسی در جوامع وجود داشته باشه. اما این دموکراسی باید به صورت کانتکستچوالایز باشه. من به این برمیگردم، حالا برگردم بالاتر و ادامه صحبتمو بگم. فردی که میاد به طبقه اول میرسه میخواد یه طوری حق خودشو بگیره. اینی که احساس بکنه بر اساس همون procedural justice که گفتیم چقدر قدرت حرکت داره، چقدر انتخاب جلوش هست، چقدر میتونه پیشرفت بکنه و چقدر میتونه به عدالت توی یک جامعه تکیه بکنه برای اینکه به جایی برسه، خیلی تاثیر داره توی اینکه به طبقه بعدی بره یا نره. یه مسئله‌ای که مطرح میکنه مقدم ایده free circulation یا گردش آزاد افلاطونه که افلاطون میگه افراد باید توی جامعه بتونن گردش راحتی داشته باشن، انتخابای زیادی جلوشون باشه و بدونن که میتونن پیشرفت بکنن و در این جامعه به راحتی و بر انتخاب خودشون، بر اساس انتخاب خودشون به جایی برن و به جایی برسن. این خیلی مهمه توی اینکه یه فرد به طبقه بعدی بره یا نه. یه زمانی هست شما احساس میکنید که داره به حقتون ظلم میشه، میرید اعتراض میکنید و این اعتراض واقعا تاثیر داره، یا در پایین ترین لولش احساس میکنید که واقعا شنیده شدید، یا یه نفر تلاش کرده و شاید حالا نتونسته به حق خواهی شما برسه ولی حداقل این تلاش و این گوش دادنه بوده. خب این خیلی این احتمال رو کم میکنه که شما به سمت تروریسم کشیده بشید. یه مسئله‌ای که مهمه و من برمیگردم به اینکه دموکراسی چگونه باید توی این جوامع پیاده بشه، اینه که دموکراسی یه تجویز یک جمله‌ای نیست که ما برای همه کشورهای دنیا بتونیم بنویسیمش. حتی داخل یک کشور هم ممکنه مفاهیمی که افراد از آزادی، از رفاه، از عدالت دارن خیلی فرق بکنه. شاید عدالتی که یک فرد، یک مثلا قوم لور
در نظر میگیره با قوم کرد فرق بکنه، یا همه اینا به کنار ایران شاید اون عدالتی که برای خودش در نظر میگیره با عدالتی که در استرالیا هست فرق بکنه. به خاطر همین خیلی مهمه که دموکراسی اگر که پیاده میشه که باید بشه، به صورت کانتکستچوالایزد و بر اساس کانتکست و زمینه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اون جامعه خاص باشه. ما نمیتونیم این تجویزی رو برای همه بنویسیم و بگیم که خب اینطوری رفتار کنید. این خودش یکی از مسائلیه که اتفاقا باعث رادیکال شدن افراد میشه، به خاطر همون مسائلی که قبلش گفتیم، بود کاپی پرابلم یا بحث گلوبالیزیشن. خب طرف میره به این چیزها رو میبینه، میخواد به عدالت برسه، نمیتونه، به طبقه بعدی میره. در طبقه دوم فرد به شکل خیلی زیاد و شدیدی احساس میکنه که ناعدالتی توی یک جامعه وجود داره و از طرفی هم خیلی عصبانیه. اینجا بحث تفاوت‌های فردی در میاد و اینکه یک سری افراد به خاطر تفاوت‌های فردیشون احتمال بیشتری داره که اون عصبانیت و پرخاشگری خودشون رو به صورت فیزیکی انجام بدن و نقش رهبرها توی این مسئله خیلی مهمه که رهبر شما رو ترغیب بکنه به این که پرخاشگریتون رو، عصبانیتتون رو به یه شکل نابهنجاری نشون بدین و شما تصمیم میگیرید که این کار رو بکنید. میرید به طبقه بعدی. این خیلی مسئله جالبیه به خاطر اینکه هنوز هم بعد از 20 سال هنوز بین روانشناسا اختلاف نظر هست. اینی که وقتی که یه فردی میخواد یه کار تروریستی انجام بده، آیا از لحاظ اخلاقی درگیر میشه با مسئله یا اینکه اخلاقش رو میذاره کنار؟ قطعاً شاید شما فکر بکنید که یه فردی که تصمیم میگیره یه آدمی رو بکشه اخلاقش رو گذاشته کنار، ولی بین روانشناسا خیلی در این باره بحث هست. مقدم اتفاقاً میاد یه دیدگاه جالبی ارائه میده و میگه که نه، اتفاقاً افرادی که به سمت تروریسم کشیده میشن در این مرحله، یعنی طبقه سوم، اتفاقاً اخلاقشون درگیر میشه و میان میگن که ما خشونت رو داریم استفاده میکنیم که به عدالت برسیم، به خاطر همین توجیه داره. اخلاقی، این کار اخلاقیه که ما از خشونت استفاده بکنیم که به عدالت برسیم و اون نبود اخلاق یا مورال دیسینگیجمنت رو نسبت میدن به افرادی که مثل این که دارن اذیتشون میکنن یا دارن بهشون ظلم میکنن. اینجا جاییه که ما ببینیم ریشه های یه تفکر ما علیه آنها کاشته میشه. اینی که افرادی که توی این طبقه اومدن احساس میکنن یه گروه کوچیکی از خودشون دارن، افرادی که حق طلبن، کسایی که عدالت میخوان، کسایی که یه سری باورها و ارزش‌های خاصی دارن و دیگه همه دنیا علیه اونا. این چیزی که خیلی فکر میکنم دیدید و همه این دنیایی که علیه این گروه کوچیک دشمنه. اونا میگن ما اتفاقا داریم از اخلاقمون استفاده میکنیم و واقعا از لحاظ اخلاقی درگیر میشن با این مسئله و اخلاقی نبودن رو نسبت میدم به اون دشمن، گروه دشمن ها و این خیلی مهمه برای اینکه فرد بتونه بعداً به طبقه های بعدی قدم برداره. یه سری تاکتیک هایی استفاده میشه که فرد ترغیب بشه که به پله های بعدی بره. اینه که شما رو تنها میکنن، ایزوله میکنن. اینجا زمانیه که دیگه شما فقط براتون یه مسئله‌ای نیست که هر از گاهی بهش فکر میکنید، کاملا درگیر شدید با این مسئله گرفتن انتقام و رسیدن به عدالت و نسبت به افراد دیگه توی زندگیتون ایزوله شدید. ایزوله که شدید، حالا میان شما رو معرفی میکنن به افراد دیگه‌ای که شبیه شما فکر میکنن و این تفکر ما علیه آنها باز هم تقویت میشه. یه مسئله که دیگه‌ای که هست و خیلی مهمه و مقدم اشاره میکنه که خیلی مهمه، بحث پنهان بودن این مسئله است. یعنی شما حق ندارید که وقتی به اینجا رسیدید دیگه برید با افراد برون گروهتون به دشمن‌ها چیز بگید. دشمن‌ها نباید بفهمن که شما میخواید به عدالت برسید، میخواید عدالت طلبی بکنید، حق طلبی بکنید. و قطعاً مسئله ترس هم هست دیگه.
یعنی شما به این مراحل که میرسید دیگه یه سری افرادی که واقعا افراد ترسناک هستن در کنار شما قرار دارن و حتی اگه یه زمانی هم شک بکنید به خودتون، این ترس شما رو توی جای خودتون نگه میداره و این به خاطر همینه که مقدم میاد میگه که این پله همش داره باریکتر و باریکتر میشه. شما احساس میکنید نه راه پیش دارید نه راه پس. اینجا بحث شهادت هم مطرح شده و اینکه یه فرد خودش رو قربانی میکنه برای اینکه به یه چیزی برسه و به طور مشخص میاد مقدم اشاره میکنه به آیه های اسلامی و اینکه همین لیدرها، این رهبرها توی هر کدوم از این پله ها قرار دارن و میان با تفسیرهای غلطی که از دین میکنن، تفسیرهای غلطی که از وضعیت جامعه میکنن، تفسیرهای غلطی که از عدالت میکنن، شما رو کم کم مجبور میکنن و متقاعد میکنن که شما به ایده شهادت عادت کنید یا خوشتون بیاد که این کار رو انجام بدین. و این مسئله شهادت و سلف ساکریفایس هنوز هم خیلی در بورس خیلی در موردش تحقیق میشه، به خاطر اینکه کاملا بر خلاف طبیعت یک انسانه که بخواد خودش رو بکشه، مخصوصا اونطوری. و این نشون میده که چقدر دیگه شما به اینجا که رسیدید در شرایطی که تنها هستید، افراد دیگه کنارتون نیستن و فقط داره یه سری اینفورمیشن اشتباه و تفسیر شده وارد ذهن شما میشه، چقدر میتونید تحت تاثیر قرار بگیرید. این ارگانیزیشن های تروریستی دو مدل نیاز رو توی افراد ارضا میکنن، برآورده میکنن. یکی در ماکرو لول هست به صورت اگه زوم اوت بکنی، این که میگه که توی جامعه عدالت نیست، تو تنها راهی که میتونی به این عدالت برسی اینه که اقدام تروریستی انجام بدی. این ماکرو لولشه. ولی این مایکرو لول هم داره، اینی که اون فرد که احساس میکنه محروم شده از جامعه، احساس میکنه عدالت نیست توی جامعه، نمیتونه حق خودش رو بگیره، بهش ظلم شده، توی این گروه یه خونه‌ای پیدا میکنه، انگار یه جایی رو پیدا میکنه که بهش احساس تعلق میکنه. و به خاطر همینه که افراد چیزی که مقدم اشاره میکنه، مردهای مجرد جوان مخصوصا خیلی توی این مرحله گرفتار میشن. و ما باز برمیگردیم به این که این مسئله محرومیت نسبی سابجکتیو، عدالت نسبی سابجکتیو، به خاطر اینکه حالا ما اصلا از دین دور بشیم، جنبش آزادی خواهانه ایرلند به خاطر این خیلی افرادی رو به خودش جذب میکرد که یه سری مردی که احساس میکردن بهشون ظلم زیادی شده میتونستن یه جایی رو پیدا کنن که بهشون حس خونه میداد، احساس میکردن که تو محل جاج نمیشن، احساس میکردن که میتونن احساس وابستگی و احساس تعلق خاطر اونجا پیدا بکنن و به خاطر همینه که اونا به اینجا میرسن. شما هم در دین، این خودش به تنهایی مسئله بدی نیست، ولی هم در دین و هم در حالا گروه‌های اکستریمیستی که میبینید، خیلی افرادی رو میبینید که به یه جایی میرسن که مشکل هویتی که پیدا میکنن یا مشکل تعلق داشتن به جایی که پیدا میکنن جذب این گروه ها میشن. دلیلش هم همینه، ما همش از بدیهاش، از ترسش، از تنهاییش صحبت میکنیم، ولی اون افیلیشن هم داریم. یعنی طرف یه سری دوست پیدا میکنه که شبیه اون فکر میکنن، یه سری دوست پیدا میکنه که احساس میکنه دردش رو درک میکنن و این باعث میشه که باز تشویق بشه به طبقات بالاتر برن. به طبقه 4 که میرسیم، اینجا دیگه طرف جذب گروه تروریستی میشه و از طرفی هم اون ایده ما علیه آنها بسیار تقویت میشه. گروه‌های تروریستی معمولاً یه حالت ساختار سلولی دارن و این ساختار سلولی اینطوریه که شما معمولاً بیش از 4-5 نفر اطرافتون کسی رو نمیشناسید. درسته شاید رهبر رو بشناسید، شاید یه سری از فرمانده‌های اون گروه رو بشناسید، ولی افرادی که در سطح و لول شما هستن 4-5 نفر 10 نفر بیشتر نیستین، مثل یه سلول میمونید که باز به هم نزدیکتر میشین و با نزدیکتر شدن به هم از بقیه دورتر میشید و این کمک میکنه که اولا
پنهان نگه داشتن این مسئله آسان تر بشه. دوما که شما وقتی توی این گروه قرار میگیرید یه حس این که باید تبعیت بکنید از یه اتوریتی، از یه فردی که در مقام بالاتری از شما قرار داره بیشتر میشه درتون و اینکه واقعا هم میترسید، به خاطر اینکه وقتی که توی این شرایط قرار میگیرید این به شما کاملا نشون داده میشه که اگر که شما بخواید به گروه خیانت بکنید بدترین پانیشمنت ها در انتظارتون هست، بدترین تنبیه ها در انتظارتون هست. یه چیزی که خیلی مهمه اینجا و این باز من این رو پیوند بینم به اون اول که در مورد معنی تروریسم حرف زدیم، گفتیم که یا شاید هم فراموش کردم بگم، ولی یه چیزی که خیلی مهمه اینه که تروریسم فقط این مسئله نیستش که شما یه سری باورهای خاصی داشته باشید، یه سری ارزش‌های خاصی داشته باشید. شما ممکنه تا 100 سالگی این باور رو داشته باشید که انسان باید جهاد بکنه، باید بره همه افراد بیدین رو بکشه، یا تا آخر عمرتون باور داشته باشید که کسی که مثلا ایرلندی هایی که میان توی مترو بم میذارن این کار درستیه، به خاطر اینکه دارن برای آزادی خودشون تلاش میکنن. ولی تا زمانی که این ایدئولوژی که دارید تبدیل نشه به رفتار، این تروریسم محسوب نمیشه و این چیزیه که تفاوت بین رادیکالیسم و تروریسم رو ایجاد میکنه. شما میتونید یه فرد رادیکال باشید ولی هیچ وقت رفتاری انجام ندید ولی هنوز رادیکالید، ولی شما هیچ وقت تروریست نیستید قبل از اینکه رفتار تروریستی انجام بدید. و چی میشه که این تفاوت ایجاد میشه؟ با اینکه ما میگیم اصلا تو لول خیلی 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 پایین‌تر حزب‌های محافظه‌کار سیاسی توی جوامع، اونا هم این تفکر ما علیه آنها و دشمن رو دارن. این تفاوتش با اون فردی که میگه که این ما علیه آنها انقدر شدیده که اونو باید کشته بشن، و این تفاوتش با کسی که تروریسته چیه؟ تفاوتش اینه که شما توی این مرحله 4 که قرار دارید، یه بحثی که ماکیاولی توی کتابش بیان میکنه اینه که the ends justify the means. شما هدفتون اگر که مهم باشه، مهم نیست که چجوری بهش میرسید، فقط باید به اون هدف برسید. این اعتقاد توی این مرحله بسیار تقویت میشه، یعنی علاوه بر این که این ما علیه آنها برون گروه بر خلاف درون گروه خیلی تشدید میشه، از طرفی هم به شما میگن که تو برای اینکه به این هدف برسی که به عدالت برسی، مهم نیست که از چه روشی استفاده میکنی، تا زمانی که هدفت درسته مشکلی نداره این کار رو انجام بده. و ما باز میبینیم که این راه پله باریکتر و باریکتر میشه، به جایی میرسیم که این فرد به شکل بسیار زیادی احساس عصبانیت میکنه، احساس میکنه بهش ظلم شده از طرف جامعه، از طرفی هم احساس ترس و فشار میکنه از طرف اون گروه تروریستی که یه قدمی برداره و این ناعدالتی رو درست بکنه و فرد به طبقه آخر میرسه، قدم میذاره به طبقه 5. تو طبقه 5 جاییه که آموزش‌های روانشناختی و فیزیکی داده میشه. آموزش‌های فیزیکی که معلومه، اینی که به شما یاد بدن چه شکلی از تفنگ و بمب استفاده کنید، یا نمیدونم ورزش بکنید که بدنتون فیت باشه برای حالا هر حمله‌ای که میخواید انجام بدید و به سمت انجام این اقدام تروریستی برید. ولی بحث ترینینگ روانشناختیش اینجا مهمتره. یه مسئله‌ای که هست، اینو خیلی شاید شنیده باشین، تو بحث جنگ ها، تو بحث تروریستی، تو بحث اعتراضات حتی خیلی مطرح میشه، اینه که میگن حیوونا هم دیگر رو نمیکشن، هم گونه خودشون رو نمیکشن. یعنی مثلا یه خرس رو نمیکشه ولی آدما هی همو میکشن. این دلیلش چیه؟ مقدم یه دلیل واسش میاره، میگه ما مکانیزم های مهاری داریم، به صورت طبیعی در ما یه سری مکانیزم های مهاری هست که فقط هم برای انسان ها نیست، در حیوانات هم هست، که یک گرگ اگر برای غذا با یک گرگ دیگه بجنگه، حتی اگه زخمیش هم بکنه، وقتی به یه جای میرسه که میبینه اون یکی از گرگ ها تسلیم شده یا اونقدر ضعیف شده که دیگه نمیتونه بجنگه،
ادامه نمیده، اون گرگو نمیکشه. و انسان ها هم همینطور. ما به صورت طبیعی خوشمون نمیاد که بقیه رو ناراحت بکنیم، خوشمون نمیاد که به بقیه آسیب بزنیم، اونا رو بکشیم. ولی چی میشه که توی یه سری از افراد میبینیم این اتفاق میفته؟ و 2 تا دلیل براش میاره که چرا ما این مکانیزم های مهاری رو توی رسیدن به مرحله آخر تروریسم پشت سر میذاریم، که در واقع مهمترین قسمت ترینینگ روانیه که این افراد دارن. اول از همه اینه که میان این تفکر ما علیه آنها رو اونقدر تشدید میکنن که شما اصلا به گروه دشمن به عنوان انسان نگاه نمیکنید، به عنوان یه فردی که احساس درد داره، احساس ترس داره، ممکنه بهش آسیب زده بشه، اصلا بهش نگاه نمیکنید. که این حالا خارج از بحث ماه، ولی پروسه انسان زدایی خودش طبقات مختلفی داره که مثلا از این شروع میشه که شروع میکنن میگن اول فلانی دشمنه، بعد این تبدیل میشه که نه شبیه حیوانه، بعد تبدیل میشه به آبجکت هایی که جون ندارن. میگم طرف مثلا حالا مثال میزنم، از میزم مثلا احمق‌تره یا همچین چیزی، از این میتونه بالاتر بره و به مرحله میرسه که یک فرد با مثلا شماره بهش اشاره میشه، مثل چیزی که توی کمپای نازی ها میبینید که روی دست یهودیان تتو میشد و با یه شماره‌ای بهشون خطاب میشد. و در طبقه آخر زمانی که شما اصلا دیگه هر کدوم از این افراد رو در نظر نمیگیرید، مثلا میایین بگید که یک حمله ما میخوایم انجام بدیم، میخوایم مثلا 300 نفر بمیرن، و نه شما میدونید که این 300 نفر هر کدومشون چی بودن، زندگی داشتن نداشتن، و فقط افراد تبدیل میشن به یه سری شماره، به یه عدد و رقم، 300 نفر، 400 نفر. علاوه بر این که ما بحث collateral damage داریم که مطمئن نیستم به فارسیش چی میشه، ولی اینی که شما هدفی که دارید انجام میدید دقیقاً برای این نیستش که به بقیه آسیب بزنید، منتها تو این مسیری که دارید این کار میکنید به بقیه آسیب هم میرسه و این مشکلی نداره، بخاطر اینکه اونا اصلا انسان نیستن. و انقدر این مسئله ما علیه اونها تشدید میشه که فرد اصلا متوجه این نمیشه که داره یک انسان رو میکشه. علاوه بر این که ما یه سری چیزایی داریم به اسم افسانه‌های تروریستی. افسانه‌های تروریستی برای مثال اینه که تو اگر که خودتو بکشی میری بهشت، تو اگر که خودتو بکشی برای مثال انقدر تاثیر بزرگی در دنیا میذاری که با کشته شدن تو، با این حمله که تو انجام میدی، با مثلا بمبگذاری در یک ساختمانی، کل دنیا تغییر میکنه، کلا نمیدونم عدالت پروسش تغییر میکنه، تو با این کاری که میکنی عدالت رو برای جوامع ظلم دیده فراهم میکنی. این چیزای اینطوری که بهشون میگم. حالا در ادامه اشاره به این مسئله میکنم، ولی اینی که اون طرف احساس اهمیت و مهم بودن بکنم خیلی مهمه توی این پروسه. فرد احساس میکنه که من دارم یه کار مهمی انجام میدم، درسته که دارم جون کس دیگه رو میگیرم، جون خودم رو از دست میدم، ولی کار مهمی دارم میکنم. و یه بحث دیگهش که خیلی آسون‌تره، فاصله فیزیکی. دلیل اینکه جنگ ها انقدر خشونت آمیزتر شده در سالهای اخیر یا کلا در دنیای مدرن اینه که خب ما فاصله فیزیکیمون هم خیلی بیشتر شده. شما میتونید بمب بذارید و اصلا از کشور خارج بشید و اصلا اون درد و ناراحتی یک فرد رو نمیبینید که باعث بشه شما مکانیزم های مقابله درتون، مکانیزم های بازدارنده درتون فعال بشه. شما میتونید تفنگ دستتون بگیرید و این کار بکنید. یه فاصله فیزیکی هست که اصلا در ذهن شما رجیستر نمیشه که این یک انسانه که درد احساس میکنه، چون نمیبینیدش. و این 5 طبقه‌ای بود که رسیدن به تروریسم از نظر مقدم وجود داره.
هر چقدر که بالاتر میرین، اگر که متوجه شده باشید، اینه که محرومیت شما بیشتر میشه. احساس میکنید که هر چقدر خودتون به در و دیوار میزنید نمیتونید جواب بگیرید. احساس خشمتون بیشتر میشه. توی هر کدوم از این طبقات یه لیدری وجود داره که هی داره به شما میگه که این کارو بکن، اون کارو بکن و شما رو هدایت میکنه به سمت بالا و نهایت یک عملی انجام میشه که واقعا در اثر نهایت خشم و نهایت احساس ناعدالتیه بر طبق نظر مقدم، که حالا در ادامه به این میپردازم که شاید فقط این نباشه. حالا ما این پروسه رو فهمیدیم، این فریمورک رو فهمیدیم، چیکار میتونیم باهاش بکنیم؟ مثلا ما میتونه بهمون کمک کنه برای قانونگذاری هایی که توی این مسئله انجام میدیم و مقدم به 4 نکته اشاره میکنم. اول از همه بله اه. نه من زدم. خب یکم زودتر میگفت. اوکی، پس من همینطوری خارج از صفحه بذارید اینو بیارم این سمت. بله خب الان دارید اسلایدو؟ خب قانونگذاری اول از همه و مهمتر از همه اینه که ما باید به سمت پیشگیری بریم، نه اینکه اجازه بدیم که یه اتفاقی بیفته بعد حالا به این فکر کنیم که وای چی کارش کنیم. و این چیزیه که مقدم 20 سال پیش بهش اشاره میکنه و هنوز هم همونه. یعنی اینکه ما منتظر میشیم یه اتفاق تروریستی بیفته، یه تروریستی یه کاری بکنه و بعد میگیم خب حالا چی کارش کنیم. تا یه مدت کوتاهی بحثش بر زبون هاست و بعد همه یادشون میره. اما یه جمله خیلی جالبی که اشاره میکنه بهش مقدم، میگه که تا زمانی که شرایط طبقه همکف ثابت بمونه، شما هر تروریستی رو که حذف بکنید چند تا تروریست جاشو میگیرن. به خاطر همین ما برای اینکه پیشگیری بکنیم باید شرایط این طبقه همکف رو درست بکنیم. مکانیزم هایی که توی جامعه وجود داره که باعث میشه افراد احساس محرومیت بکنن یا احساس عدالت بکنن رو باید درست بکنیم. دوم از همه بحث همون کانتکستوالایز دموکراسی هست که ما باید بیایم سعی بکنیم از طریق عدالت رویه‌ای به دموکراسی برسیم و به شرایطی در یک جامعه برسیم که گروه‌های مختلف و افراد مختلف امکانات مساوی دارن. این قطعا خیلی کمک میکنه که اون محرومیت نسبی کمتر، احساس محرومیت نسبی کمتر بشه در افراد. مسئله دیگه که کاملا مشخصه، ما باید سعی بکنیم که از این تفکر ما علیه آنها جلوگیری بکنیم و سعی بکنیم از این دشمنسازی از افرادی که شبیه ما نیستن جلوگیری بکنیم و بقیه رو توی باکس های مختلفی قرار ندیم برچسبی روش بزنیم، چون این خودش خیلی روی احساس محرومیت و عدالتی که فرد میکنه تاثیر داره. بحث آخرم بحث اینترابجکتیویتیه که یه اصطلاحیه که خود مقدم اولین بار ازش استفاده میکنه و به این اشاره میکنه که درون گروه ها و بین گروه ها ما به یک معنا و یک هدف برسیم که اون معنا و هدف حرکت به سمت عدالت و ما اگر که این کار رو بکنیم میتونیم به این دنیای برسیم که افراد همه این مسئله رو متوجه میشن که هدف همه رسیدن به عدالت. به خاطر همین نیاز نیست یک سری افرادی که شبیه خودت هستن رو بکشی تا به این هدف برسی. و این چیزی که نیاز داره اینه که ما دیالوگ برقرار کنیم با افرادی که شبیه ما نیستن
و همونطوری که مقدم میگه آره شاید خیلی ناخوشایند باشه که ما بخوایم به این مسئله فکر کنیم که مثلا بریم با داعش، بریم با طالبان سر میز مذاکره بشینیم، ولی باز اشاره میکنه به این مسئله که ایرلندی ها تا زمانی که سر میز مذاکره نشستند بمباشون رو متوقف نکردند و الان یه حزب سیاسی که الان توی ایرلند هست و به صورت قانونی داره کارش رو انجام میده، نه به کسی کار داره، نه جایی بمب میذاره، نه کسی کشته میشه. این مقاله‌ای بود که فتحعلی مقدم در مورد پله‌هایی به سمت تروریسم نوشته. قطعاً کامل و جامع نیست، قطعاً از 20 سال پیش خیلی چیزا فرق کرده، ولی شروع خوبیه. من خودم میخوام به یه سری از خورده هایی که میشه به این مقاله گرفت اشاره بکنم. برمیگردم به تعریف تروریسم. من اول گفتم که این خیلی خوبه که مقدم اومده ماموران حکومتی رو هم توی این تعریف تروریسم گنجونده، ولی اگر دقت کرده باشید این فریم ورکی که ما بررسی کردیم انگار خیلی ربطی به ماموران حکومت نداشت، بیشتر در مورد شهروندان ساده‌ای بود که در طبقه همکف قرار دارن و حالا به دلیل شرایطی به سمت بالا حرکت میکنن. و خیلی خوبه که ما بیشتر به این بپردازیم که چی میشه که یه مأمور دولت یا یک دولت اعمال تروریستی انجام میده. شما الان مثال طالبان رو ما میتونیم بزنیم. اوکی، طالبان شاید تحت سلطه آمریکا در کشور مثلا احساس محرومیت و ناعدالتی میکرد، ولی الان طالبان در قدرته، کشور دست طالبانه، حکومت طالبانه، پس چرا هنوز داره به اقدامات تروریستیش ادامه میده؟ چی میشه که بعضی از کشورها و حکومت‌ها به صورت کاملا آفیشالی میان تروریسمشون رو صادر میکنن به کشورهای دیگه؟ این انگار خیلی بسته به نداره که یه فردی یا یه رهبری یا یه رئیس جمهوری یا یک فرماندهی احساس محرومیت بکنه. انگار یه دلایل دیگه و انگیزه های دیگه پشتش هست که باید ما بهش بپردازیم. و حالا این باز خودش یه سری نقدهایی رو وارد میکنه به اینکه کلا جهان چه نگاهی داره به تروریسم و چه نگاهی داره به رادیکالیسم وقتی که به صورت سیاسی از لنز سیاسی بهش نگاه میشه، نه از لنز جنگی. یه مسئله دیگه که هست اینه که خیلی مقدم تاکید محکمی روی این مسئله داره که کشورهای غربی برخلاف کشورهای غیر غربی و غرب زدگی باعث یه سری چیزا میشه، ورود فرهنگ غربی در کشورهای غیر غربی باعث خیلی چیزا میشه، ولی اونطوری که خودش اشاره میکنه خب غرب که توی خود غرب هم خیلی تروریست وجود داره. اصلا مسئله افرادی که در غرب بزرگ میشن و زندگی میکنن ولی مثلا میرن سوریه، میرن کشورهای خاورمیانه به عنوان یک مرد سفید پوست عضو داعش میشن. خب دلیل اینا چیه؟ و اینکه همین که اصلا ما بیایم دنیا رو به دنیای غربی و غیر غربی تقسیم بکنیم خودش خیلی مشکلات زیادی ایجاد میکنه، به خاطر اینکه واقعا جوامع و فرهنگ ها انقدر با هم متفاوتن و انقدر همون کانتکست فرهنگی اجتماعیشون با هم فرق میکنه که ما نمیتونیم یه تجویزی برای همه اونا بنویسیم یا یه توضیحی برای همه اونا بنویسیم. به خاطر همین اینا چیزایی که باید بهش اشاره بشه و شما خودتون قطعاً میتونید بیشتر در مورد این مسئله تحقیق بکنید. فریم ورک های دیگه هست که این چیزا رو توضیح داده، هرچند که هیچ فریم ورکی پرفکت نیست. من دوست داشتم که بعد از
مقاله مقدم به صورت خیلی خیلی مختصر به روش تحقیق در روانشناسی تروریسم اشاره بکنم و اینکه شما چه جوری اگر خودتون علاقه‌مند بودید میتونید بیشتر بهش بپردازید. اسلاید اولی که آوردم تحقیقات کمی هست که اولیش خیلی مشخصه، پرسشنامه ها یا چیزای خودگزارشی شما میتونید استفاده بکنید برای اینکه ببینید چرا یه فرد به سمت تروریسم کشیده میشه یا چطوری میشه یک تروریست رو از یک غیر تروریست مشخص کرد. اما خب این مشکلاتی هم داره. مشکلاتش یکی این مسئله است که ما توی تست‌های روانشناسی عادی هم داریم، فرد میاد بر اساس اینکه خودش رو بهتر نشون بده جواب میده این پرسشنامه رو و دوست داره که شما اون رو دوست داشته باشید. به خاطر همین این میتونه سوگیری ایجاد بکنه. دوما اینکه ما اصلا برای اینکه بخوایم یه پرسشنامه ولیدیتی داشته باشه باید به تعداد زیادی آدم اینو بدیم انجام بدن. ما این همه تروریست از کجا پیدا بکنیم؟ بحث دیگه مطالعات تجربی و شبه تجربی هستن. مطالعات شبه تجربی رندومایز نیستن. که مثالی که میتونم بزنم مثلا مطالعات پرایمینگ هست، همون چیزی که تو روانشناسی شناختی داریم. برای مثال اینکه بیایم ویدیوهای تبلیغاتی داعش رو به یه سری افراد نشون بدیم یا یه سری کتاب، یه سری متن به افراد بدیم که اونا رو به سمت رادیکال شدن ترغیب بکنن و بعد بیایم روشون یه سری تست انجام بدیم. این خب خودش خیلی مشکل داره. اولا اینکه ما بیایم مثلا یه سری افراد رو رادیکال بکنیم بعد بلشون کنیم تو دنیا انگار خودمون کارخونه تروریست سازی درست کردیم، خیلی انگار از لحاظ اخلاقی درست نیست. دوما هم این که خیلی تفاوت هست بین اینکه شما یه نفر رو توی آزمایشگاه توی محیط علمی و پرایمش بکنید با اینکه یک فرد در جامعه واقعا چجوری به این سمت کشیده میشه. به خاطر همین مشکلات جنرالایزابیلیتی هم داره که چه شکلی چقدر میشه تعمیمشون داد. بحث مدل های کامپیوتیشنال هم هست که این اتفاقا الان خیلی رو بورس و خیلی روش تحقیق میشه. یه مثال خیلی خوبی که براش میتونم بزنم فعالیت های فضای مجازیه. میان از فعالیت های فضای مجازی افرادی که رادیکالن یا تروریست ها استفاده میکنن و یه سری مدل بر این اساس ارائه میدن. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که فالس پازیتیو زیاد داره. یعنی شما ممکنه یه سری افرادی رو به عنوان تروریست شناسایی بکنید در حالی که اینطور نیست و از لحاظ در واقع آماری به مشکل میخورید. قسمت دوم از روش‌های تحقیقی که میتونید استفاده بکنید روش‌های کیفی هست که اولیش کیس استادیه. یه تروریست پیدا بکنید، برید باهاش مصاحبه بکنید، ببینید چرا به اینجا کشیده شده، که اینم هست. اگر که سرچ بکنید یه تعدادی از تروریست ها رو روشون آنالیز روانشناختی انجام دادن. مشکلش دوباره اینه که تروریست از کجا پیدا بکنیم؟ به خاطر اینکه یک مسئله هم هست اینه که حتی اگر تعداد تروریست ها در دنیا زیاد باشه که نیست، تعداد تروریست های شناخته شده خیلی کمه و این خیلی کارو سخت در میکنه. دوما این که مشکل باز سوگیری داریم. هیچ کس دوست نداره جلوی تروریست بشینه یا کاملا خیلی سخته که ما سوگیریامون رو کنار بذاریم روبروی یک تروریست بشینیم و ازش بپرسیم چرا این کارو کردی و جاجش نکنیم. بحث دیگه اینه که میتونیم مطالعه میدانی و قوم‌نگاری انجام بدیم. اینکه خودتون پاشید برید توی مثلا یمن بین حوثی‌ها ببینید چرا اینجوریه که این خب خیلی مشخصا مشکل اصلیش اینه که اون فرد محقق امنیتش تامین نیست و گارانتی نیست. دوما اینکه ما سوگیری مشاهده‌گر رو داریم. ممکنه شما یه چیزی رو ببینید و یه طور خاصی درک بکنید، یه طور خاصی تفسیر بکنید ولی واقعا اون نباشه. و بحث آخر هم تحلیل رواییه. اینکه شما کتاب‌ها
ژورنال ها، مصاحبه ها، همه اینا رو جمع بکنید و یه روایتی ارائه بدید برای اینکه چرا افراد به سمت تروریسم کشیده میشن یا پروفایل روانشناختی تروریست ها چطوریه. این باز مشکلش اینه که تفسیری که از این روایت میشه سابجکتیوه. دوما اینکه برمیگردیم به یکی از مشکلات اصلی که توی تعریف تروریسم داشتیم، اینه که داشتن یک سری عقیده نابهنجار با عمل کردن به اونها خیلی فرق میکنه و این چیزی که شاید شما درست نتونید توی تحلیل روایی تشخیص بدید. این ارائه من بود. خیلی ممنونم از کسایی که گوش دادن. ببخشید که یه قسمتیش نتونستید ببینید که من روی چه اسلایدی بودم. به نظرم یه 5 دقیقه بریک بدیم. اگر کسی سوالی داره یا میکروفون روشن کنه یا اینکه داخل چت برای من بنویسید. خوشحال میشم اگر که دونستم جواب بدم. مرسی. مرسی از شما. آره حتما. بله. طبقه سوم جایی بود که ما اخلاقمون درگیر میشد با عدالت و عدالت خواهی. من گفتم که بین روانشناسا یکم دعوا هست سر این مسئله. دعوا که نه، یعنی یکم دیسگریمنت هست سر این مسئله که آیا یک فردی که وارد یک گروه تروریستی میشه یا یک اقدام تروریستی انجام میده، آیا اخلاقش با این مسئله درگیره یا درگیر نیست. چیزی که مقدم میگه اتفاقا درگیره. میگه فردی که به این مرحله سوم میرسه اتفاقا به نظرش یه کار اخلاقیه که بیاد حق خواهی بکنه و از این مسئله استفاده میکنه که تازه توجیه بکنه کاری که میخواد انجام بده. اخلاقش کاملا درگیره و از طرفی هم به خاطر اون تفکر ما علیه آنها و اینکه همه دشمنن، میگه اتفاقا این دشمنان که اصلا اخلاق ندارن و این باز یه دلیل دیگه میشه برای اینکه بخواد این کار رو انجام بده. اشاره کردم به تاکتیکایی که استفاده میکنن، اینکه افراد به این مرحله که میرسن خیلی تنها میشن و نسبت به جامعه بزرگتر که دورشون هست خیلی ایزوله میشن. در این ایزوله شدن در کنارش با یه سری افرادی که شبیه خودشون هستن یا شاید حتی رادیکال تر از خودشون هستن آشنا میشن، با فرمانده های گروه های تروریستی آشنا میشن و ازشون خواسته میشه که همه این چیزها رو پنهان نگه دارن و اینا همه چیز به صورت پنهانی پیش میره. شما خیلی ها رو دیدید دیگه. این باز برمیگرده به اون حرفی که زدم، اکثر تروریست‌ها مشکل بیماری روانشناختی ندارن. به خاطر همینه که یه نفر مثلا یه حمله تروریستی انجام میده، بعد توی تلویزیون یا توی اخبار میگه که خیلی آدم عادی بود، هیچکس اصلا نمیفهمید و این به خاطر اونه. و بعدم اینو توضیح دادم که نیازهایی که برطرف میکنه گروه های تروریستی، یکی این هستش که نیاز رسیدن به عدالت به طور کلی و به صورت جزئی، نیاز تعلق داشتن به یک گروه و نیاز تعلق داشتن یک خانه، اینا رو برطرف میکنه. حالا اگر که چیز خاصی رو در مورد سوال داشتید خواهش میکنم اونم دوباره توضیح میدم.
من اینو دلیل اینکه این مقاله رو انتخاب کردیم اینه که یه مقاله خیلی معروفیه و از طرفی هم کوتاه‌تره، 9 صفحه است کلا، و اینکه خیلی ساده میاد یه سری از مفاهیم اصلی که تو این حوزه مطرح میشه رو بهش اشاره میکنه. و اینکه جالب هم هست که به خاطر اینکه خود فتحعلی مقدم ایرانیه، خب یه سری مفاهیم خاصی که توی خیلی از مقالات بهش اشاره نشده رو خودش اشاره میکنه، به خاطر اینکه خیلی چیزا رو دیده، بیشتر درک کرد. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که این مقاله رو ارائه بدیم، ولی قطعا بعدا میتونیم به مقاله جدیدتر هم برسیم. خانم یزدی، من نمیدونم. بله بفهم. سلام، شبتون بخیر، خسته نباشین، خیلی زحمت کشیدین. فکر میکنم برای اینکه بشه تحقیق رو یه خورده به اصطلاح رسون به جایی که واقعا بشه یه جوابای خوبی از توش در آورد، اگه با نگاه بالینی هم مسئله رو پیگیری بکنیم و در واقع این داستان رو یک طیف ببینیم، خیلی بتونیم ارزیابی‌های خوبی روش بکنیم. چون در نهایت همه اون کسانی که شروع میکنن این داستان‌های سیاسی و به اصطلاح این حق خواهی ها رو، اولش یه لطافت‌هایی داره، ضمن اینکه خب یه سری آسیب‌هایی در هر صورت چه به جامعه چه به فرد وارد شده که خب اون طرف میخواد خودشون نجات بده، ولی هر چقدر که پیش میره خب یه سری چیزای علیرغم اینکه دنبال حق خواهی هست، دنبال یه سری جریانات دیگه‌ای میشه که در واقع اون بینش‌های حقیقیش رو میتونه از بین ببره و اونو برسونه به جایی که خب با کشتن آدما شاید بشه مسئله رو حل کرد. و اینی که در کل دنیا همیشه دیدیم حذف کردن و هیچ وقت مشکلی رو حل نمی‌کنه. بله دقیقاً همینطور هست. خیلی زیبا گفتید. همون حرفی که مقدم زد، گفت میگه که تا زمانی که شرایط طبقه همکف همونطور باشه، شما هر چقدر که بقیه رو حذف کنید یه تعدادی اضافه میشن. به خاطر اینکه اون کانتکست در واقع خرابه. مرسی، ممنون واقعا. ممنون از شما. یه نفر یه سوالی پرسیدم. سلام، لطفاً آدرس مورد ارتباط تروریسم و انسان‌زدایی بیشتر صحبت کنید. پژوهش این دو مفهوم چقدر به هم نزدیک هستن؟ در مورد انسان‌زدایی آره بهش اشاره کردم. باز این توی بحث انسان‌زدایی تئوری‌های خیلی متفاوتی وجود داره و افراد براش طبقه‌های مختلفی قائل میشن، ولی چرا انسان‌زدایی خیلی نزدیک هست به مسئله تروریسم و نه تنها تروریسم، حتی رادیکالیسم، حتی در سطح سیاسیش. اینی که مثلا یه گروه کاملا چپ با یه گروه کاملا راست چقدر همدیگر رو انسان‌زدایی میکنن و به خاطر همینه که خیلی وقت مثلا اوکیه یا حتی دوست دارن که یه آسیبی به اونو وارد بشه، چرا به هم نزدیکن. و در مورد انسان‌زدایی هم حالا من یکی از تئوریایی که بگم اینه که اگه اشتباه نکنم 5 طبقه داره. باز اینو چون یه مدت پیش خوندم کاملا یادم نمیاد، ولی چند طبقه داره. طبقه اولش اینه که میان میگن که این فرد غیر اخلاقیه. در طبقه دوم میگن که این فرد حیوانه، تشبیهش میکنن به حیوان. در طبقه بعد اشاره میکنن که این اصلا یک جسم بیجانه. در طبقه بعد بهش یک شماره میدن و اصلا دیگه با اسم به اون طرف خطاب نمیکنن. اون چیزی که توی کمپ های نازی ها میدیدیم که حک میکردن روی دست یهودیان. و در بالاترین طبقه هم طبقه‌ای که شما اصلا این افراد رو به عنوان اینکه یک فردیه که هر کدوم از اینها خانواده خودشونو دارن، کار خودشونو دارن، زندگی خودشونو دارن نگاه نمی‌کنید. فقط میگین که 50 نفر، 100 نفر، 300 نفر به عنوان یک رقم فقط به این افراد نگاه می‌کنید. و یه سری چیزای دیگه هم ارائه شده. مثلا یه تئوری هست، یادم نمیاد راستش که توسط کیه، ولی میگه که در یک کانتکست های خاص و در جوامع خاص
یکی از این پله های انسان زوده میتونه زن تبدیل کردن به زن باشه. توی جوامعی که خیلی زن ستیزن، قبل از اینکه طرف رو به حیوان تشبیه بکنن میان طرف رو به زن تشبیه میکنن. این شاید خودتون هم خیلی وقت دیده باشید، یه سری رفتارهای عادی و مثلا میگن این کار زن هست یا مثلا چیزای اینطوریه. اینا خیلی به هم نزدیکن. چرا؟ و میتونید در موردش پژوهش انجام بدید. اگر نمیدونم سوال دیگه ای هستش که دوست داشتید بپرسید، اگر میکروفون استفاده کنید، اگر تایپ بکنید خیلی خوشحال میشیم که نظر شما رو بدونیم. فقط صداتون نمیاد. بله بفهم. اوکی. نه، این نیاز به وجود قتل نیست. البته مفاهیم رادیکالیزم، اکستریمیزم، وایلنت اکستریمیزم و تروریسم هم تفاوت داره که خیلی این تفاوت‌های کوچیکی هست تو تعریف. ولی نه، برای تروریسم این نیاز نیست که یک قتل صورت بگیره. همینی که شما یک عمل خشونت آمیزی انجام بدید که در بقیه بخواید احساس ترور ایجاد بکنید. البته در مورد تحقیق زندان استنفورد خب مثلا باید این مسئله رو بهش اشاره بکنیم که این خشونت بر اساس یک انگیزه سیاسی یا ایدئولوژیکال خاصه و خیلی وقتا ما خشونتی که میبینیم این خشونت با اون خشونت فرق میکنه. من این مثال بزنم و این خیلی فرقش میتونه کوچیک باشه. مثلا تو آمریکا این تینیجرهایی که میرن توی مدارس سکول شوتینگ انجام میدن، همکلاسیاشون رو میکشن. یه زمانی هست که طرف مشکل روانی داره، یه زمانی هستش که طرف عصبانیه یا نمیدونم مثلا از مامانش بدش میاد یا یکی از معلمان باهاش مثلا بد رفتاری کرده و میشه میره سکول شوتینگ انجام میده که خب واقعا چیز خشونتباریه ولی پایه ایدئولوژیکال نداره. ولی یه زمانی هم هستش که اتفاقی که پارسال 2024 افتاد که یه دختری توی ویسکانسین رفت تعدادی و کشت، قبلش یه منیفستو نوشته بود و کاملا ایدئولوژیکال بود این کارش. ما شاید اونو بتونیم تروریسم در نظر بگیریم ولی اینو نمیتونیم. یا حتی ما شاید بتونیم نمیدونم کسی اینجا یونیبامبر رو میشناسه؟ یونیبامبر یه اتفاقا کیس جالبیه، کیس استادی خیلی خیلی جالبیه که بخواید برید در موردش بخونید. یه فردیه که هاروارد درس خونده، بعدن توی یکی از دانشگاه‌های خیلی خیلی های رنکینگ آمریکا استاد بوده و بعد شغلشو بل میکنه، پا میشه میره توی جنگل
بمب میساخته میفرستاده برای برای شرکت‌های هواپیمایی و اینا و کاملا هیچ کس رو نمی‌کشته. یعنی فکر می‌کنم رو هم رفته 3-4 نفر رو کشته، ولی اکثر بمبایی که میفرستاده اصلا هیچ کس رو نمی‌کشته، ولی اون احساس ترور رو ایجاد می‌کرده در مردم. و حالا این از علاقه خود منه، ولی خیلی جالبه که یکی از باهوش‌ترین افرادی هست که FBI تا حالا گرفته و فکر میکنم در نهایت 20 میلیون دلار خرج میکنن تا بفهمن این آدم کیه. ولی خیلی از بحث دور نشیم، ولی یه آدم مثل یونوامبر اون تروریست بود، ولی اکثر حملاتی که انجام میداد کسی رو نمیکشت، فقط میخواست انگار یه مسیجی رو به بقیه برسونه. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. اگر که سوالی هست در خدمتتونم. اینکه چه شکلی تروریسم رو صادر میکنن. صادر کردن تروریسم این چیزی که آخر بحثم بهش اشاره کردم، الان یه مقدار خیلی خیلی زیادیش بر اساس سوشال میدیا انجام میشه و میان یه سری افرادی که همونطوری که یکی از دوستان الان اشاره کردن، فرد در صورت عادی یه سری علائم بالینی داره نشون میده، یا یه سری علائمی نشون میده که مثلا تنها در زندگیش هدفی نداره، در زندگیش احساس دلبستگی به کسی نداره، احساس دلبستگی به کسی نداره. این افراد رو کم کم تارگت میکنن از طریق سوشال میدیا، این یکی از روش هاشه و میان بهشون این قول رو میدن که شما با انجام این کار به یک اهمیتی میرسین، یک خونه‌ای پیدا میکنید و اینطوری شستشوی مغزی میدن. باز اینا خیلی خودش ریزه‌کاری داره و افراد به دلایل مختلف این کار رو انجام میدن. یه سری افراد هم هستن که خیلی واقعا به خاطر این سمت تروریسم، خواهش میکنم، مرسی، متشکرم، به خاطر این به سمت تروریسم میرن که واقعا فکر میکنن اگر که خودشون رو بهتر کنن اون دنیا مثلا حوری دارن و مثلا زندگی خیلی خوبی در اون دنیا براشون فراهمه. یه سری افراد هم هستن که نه، واقعا بیشتر به خاطر داشتن یه کامیونیتی و داشتن یه گروهی که بهش تعلق دارن این کار رو انجام میدن و صادر کردنش در حال حاضر بیشتر از طریق سوشال میدیا. و اول قطعا نمیان از اول به شما بگن که وارد گروه تروریستی ما بشین، میان نقطه ضعف‌های شما رو تحت تاثیر قرار میدن و دست میزنن رو نقطه ضعف‌ها، کم کم رادیکالایزتون میکنن توی برای مثال این 5 طبقه یا فریم ورک های دیگه به صورت کم کم. پژوهش جدید خیلی هست. من به نظرم اگر که اینا رو بفرستم برای آقای صالحی داخل گروه بذارم بهتره، ولی برای مثال یه چیزی که تو سالهای اخیر خیلی بهش اشاره شده، این مسئله هست، همون تلاش برای رسیدن به اهمیت که باعث میشه افراد به سمت تروریسم کشید و کلا حالا رفتارهای خشونتبار کشیده بشن. به خاطر همین اینا رو من حالا به آقای صالحی چند تا چیز میفرستم و چند تا بله، خیلی عمالی. خیلی هم عالی.
مرسی، متشکر از شما دوستان که موندید. میدونم طولانی شد جلسه، خیلی ممنون که گوش دادید و امیدوارم که کمک کرده باشه و به نظرتون جالب اومده باشه. خیلی ممنون. امیدوارم که بتونیم همکاری بیشتری داشته باشیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما و صحبت‌هایی که کردید. من فکر میکنم که دیگه جلسه رو تموم کنیم. دوستان مرسی، خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که باز هم فرصت پیش بیاد در خدمتتون باشم. شب همگی بخیر. ممنون، خدا نگهدار.